شهید گلبدین ضیابکوف محض از همان افرادی بود که در قضیه وروخ با یک گروه جوانان غیور بدخشانی میخواست به وروخ رفته از خاک مقدس تاجیکستان حمایت نماید. متاسفانه پس از قضیه وروخ حکومتداران نمک ناشناس به جای آنی که اعمال جوانمردانه و وطن پرورانه گلبدین ضیابکوف را قدردانی نماید، برعکس نسبتش پرونده جنایی گشودند و او را جنایتکار اعلام کردند. در آخر شهید گلبدین ضیابکوف را کارمندان امنیت بیرحمانه به قتل رساندند. چنین رفتار نوجوانمردانه مقامات حفظ حقوق احساس خدمت نمودن به وطن را در دل هزاران جوان بدخشانی از بین ربود. دیگر در دل مردم نسبت این حکومت نه باوری و نه ذره مهر باقی مانده است. بار دیگر از همه ساکنان مناطق دیگر تاجیکستان احترامانه خواهش می نماییم که بر هر گونه برنامه‌های تلویزیونی که با دست کارمندان امنیت ساخته شدند باور نکنید. فرزندانت را قبل از خدمت حربی وادار سازید که اگر آنها را به طور مجبوری به جانب بدخشان رهسپار سازند و یا آنها را امر میدهند که نسبت اهالی و سوشته و تشک شویند، بگذار از چنین فرمان سرپیچی نمایند. جان جوان خود را در خطر نگذارند. ما نیز نمیخواهیم که به اسکران جوان بیگناه در نتیجه ناآرامی آسیب رسانیم، زیرا فرزندان شما را ما چون فرزندان و برادران خود دوست می‌داریم. امروز کارمندان مقامات قدرتی در بدخشان برنامه تلویزیونی سلسله داری را تحریزی کرده می‌خواهند به وسیله این نوارها و فیلم‌های دروغین مغز ساکنان کشور را شستشو نمایند. گروه مخصوص کارمندان امنیتی امروز خانه به خانه گشته بعض افراد نفقه‌خور، معلمان مکتب و حتی معیوبان را اجباراً با هر گونه تهدید به نوار می‌گیرند و آنها را مجبور می‌سازند تا اینکه از آسایشتگی و صلح در بدخشان حرف زنند، حالانکه از صلح نشانی نیست. هر روز وضع ناآرام‌تر و متشنج‌تر شده ایستاده است. خدا یار و مددگار بود هموطنان عزیز، به امید پیروزی عدالت بر استبداد.